این элемент‌هایی که در گیپرمارکت هستند سفارایی و گرفتن دستوری نو. به همین ترتیب نگهبانان یکی از شرکت‌های معروف محافظتی در تاجیکستان به کار خود شروع می‌کنند. اما با فرق از سال‌های پیش در این صف‌ها زنان را هم دیدن ممکن است. با جای کار مارش نادیره رجبова هر روز ده نفر را در درآمدگاه فروشگاه اشن پیشواز می‌گیرد، کمک و گسل می‌کند. نادیره یکی از 50 محافظ اینجا است. او کار را در گیپرمارکت اشن شروع کرد و برایش آسان نبود. مشکل‌ترین روزها همون روزایی بودن که گیپرمارکت نو به کار آغاز کردگی بود، چون که خلق می‌دونستم نو شده شد، آدم بسیار بود. های فهماندگی و عذاب می‌کشیدیم کمتر، حاضر نرماله عذاب نمی‌کشیم. نادیره را آرزوی به بر کردن لباس نظامی مثل پدر به شرکت نگهبانی ردلاین آورد. مثل او امروز در شرکت 25 زن امنیت و ترتیبات کارگاه و شرکت و چاره‌بینی‌های مختلف را تأمین می‌کنند. مسئولان شرکت میگویند زنان پاسبان و یا محافظان خوب میشوند. ما وقت‌های اخیر بسیارتر به کار زنها را جلب کرده ایستاده برای از روی خصوصیت نگهبانی در بعضی جایها اساساً خدمت زنها درست قدر کرده می شود و ثمره خوب می بخشد. با گفته مسئولین زنان با خوشمعاملگی، صمیمیت و پرطاقتی از مردم فرق می کنند. کمبودی کمتر ظاهر می کنند و در وقت سنجش‌های من خدمتی ما اونها قریب که یک سر و گردن از مردم بالا هستند. ما از این فخر می‌کنیم. در جامعه محافظه‌کار تاجیکستان که معمولاً با زنان چون جنسی ضعیف مناسبت می شود، حالا زنان قالب شکنی می کنند و برای کار به شرکت‌های امنیتی مراجعت می کنند. پروینه مجیدова از یک شرکت خارجی به ردلاین آمده است و مسئول پاسبانی یک آشیانه است. کمتر مثال برای از صبح تا بگاه اومدن کمتر مثال راست ایستادن مشکلی میگه حاضر نه حاضر مختلف با من معقول است همین کس. کار مردانه و لباس مخصوص زنان محافظ در شرکت‌ها دقت بسیاری‌ها را به خود جلب می‌کند، مخصوصاً مردان را. برخی هم برای اظهار احساس خود خودداری نمی‌کنند. نادیره میگوید او بعضا با این لباس از مردان تعریف می‌شنود. شد همین حالتی که یک مرد اومد گفت که единственный یگانه آدمی که همینجا من مخصوص شد شما گفتم برای چی؟ گفتم همین قمان همینجا تو خورده گشته آمدم اون کس من یاردم نرسون نفهمم. هم ملادیس رحمت گفته وای کردم مینداری که رفتم گفتم لباس شما بازی دست گفته